از همکاری با شما شادیم. از هر دهه 5-6 اویله را جمع میکنید. خواهشمان از شما این است که شما از همه دهه یک چند اویله را یابید. اویله های جمع کرده امان را از طرف تشکیلات خارجی دستگیری میکنیم. با این راه تمام دنیا از کمک های ما خبردار میشوند. ما باشیم زودتر به خواسته امان میرسیم. غیر از این بین اویله ها از مکان های خواسته اشان در خارجه خانه داده همه خواسته اشان را به جا میاریم. مرحمت، این برای شما. شما پروا نکنید، ما هرچی زودتر آن اویله ها رو میابیم. خب از شما خبر انتظار میشویم، فقط زودتر باشد. رای سفید آقا. زکا در کجای زکا؟ نه به جناب، بفرمایید. زود کودکان ده ها رو جمع کن، در شهر میفرستیم، نمایش است. جناب، مردم کودکانشون رو دادن نمیخواند. چی خیلی نمیدهند؟ این چی گپ است؟ من فرمان میدم آنها باشد آن را اجرا میکنند، فهمیدی؟ وگرنه خانه‌شان را به سرشان چپه میکنم، آنها را رشکن میکنم، به آنها همین تفگوی، فهمیدی؟ رو کودکان را گرفته بیار، رو زودتر. جناب، آنها پول ده، پول ده، پول داده آنها را فریب کن. رو زودتر. زکا لبه جناب. تو هم به شهر می روی. این دفعه کودکان زیاد را می فرستم. خودت آنها را برده به خارجی ها می سپاری. خوب شده است. رو. یگان کاری دیگر یافتم لازم. از این آدم بیزار شدم به خدا. کاش یگان کس پیدا شود که پسرش رو به شهر فرستادن خواهد. چیکار میکنم؟ مجبورم که به زوری گیرم. حال شد؟ بله، مثلی گفته اتان کردم. نوارها در اینجایند. کار تو خیلی مشکل بود. سرداران آدمانی با تقدیر بودند که تو بر این جاسوس دارند. گیر قرآن فرموده را. چی شد؟ مسلمان شدن میخواهی چی؟ هرگز. من بدین بودم، تا آخری عمر بدین خواهم ماند. فواد ایدین کم ماند، انتظار شو. بسیار خوب. خدا از شما راضی باشد. می توانید صبح به دهاتون برگردید، لیکن داروهای نوشته هم رو استعمال کنید. خدا از شما راضی باشد. نخواد این کار را سربازان کرده باشند. هیچ باوری هم نمی آید. این را سربازان نکردند، این کاری دیگران است. راست، لیکن این را با آقای زینال فهمادن خیلی دشوار است. بیا رفتیم پسرم، استراحت کن. حالا نمازت رو هم نخوانده ای؟ میخوانم مادر.
میخوانم خواطر نشوید. برفین چه خیل است؟ یگان مشکلی ندارد؟ نه پسرم، خدا را شکر خوب است. مثل گفته مکم من با رئیس گپ زدم. سنت‌های نگاه رو آماده میکند. میدونم کمی تاجیل شد لیکن احوال رو خودت میدونی. توهیر دیروز مکم را به خانه فرستاده است و تو خانه رسیدن با او در همین خصوص گپ زده است. فؤاد درست میگوید دخترم، کاری خیر را باید زود انجام دهی. خوب. خوش آمدی پسرم. خوش باشید آقای حامد. احوالتان خوب است؟ خدا رو شکر پسرم. خوبم. من اکنون میروم. برای پگاه باید تیاری بینم. نرو پسرم. در این نصف شب کو خطرناک است. امشب در خانه من مهمان شو. سحری بر وقت به راه میبری. پسرم، آقای حامد راست میگوید. سحر میروی. راست میگوید. شب رو همین این گپی دیگر. با شما شب خوش. بیا رفتیم. با تو شما رفتیم آقای حامد. در خانه هم راه ندیم. فؤاد ایدین. مرحبا. چتین سوهانلی از گروه ضد ترور. تینجی است برادر؟ خواطر نشوید. تینجی است. در خصوص زد و خورد امروز به عمل آمده با آقای فؤاد یک چند سوال میدیم. من میفهمم و لیکن در این وقت هیچ گپ نیست. آنها از امنیتند. انشاءالله تا سحر برمیگردم. انشاءالله. رفتیم. مرحمت. خدای توبه در نصف شب. اینجا بیا. چیکار کردی زیلان؟ کارها حل شد؟ این بگاه کژدم را به جایگاهش میگذارم. گمان نمیکنم که نجات یابد. یعنی یافتی؟ اگر ما خواهیم در این جاها همه چیز را میابیم. این قرآن را احتیاط کن. برای ما حالا کار میآید. بیناشم خاموش. تشکر، زحمت کشیدید. این طور می شود مگر دخترم؟ در شب گشتن خطرناک است. شبی خوش. شب خوش. با تو هم دخترم. خیر. زیلان، اگر این بگاه برفین را کشته توانی امکانیتی ملکه شدن را پیدا میکنی. تو چی رو پنهان کردی؟ نه چیزی رو پنهان نکردم. یک طرف بینم؟ نه کاری تو چی؟ دیدم چیزی رو پنهان کردی. چرا؟ ایست یک طرف. چرا کاردار میشوی؟ پنهان کردی بینم؟ کاری تو چی؟ برفین چی گپ است؟ چیزی رو پنهان کرده اونجا. راست است زیلان؟ ها راست است. چی را پنهان کردی؟ آن چیست؟ قرآن 200 ساله. بابای رحمتی هم داده بودند. نخواستم اگه اون کس بیند وگرنه از دستم میگیرم.
بخیر است دیلا. درباره چی فکر میکنی؟ درباره فؤاد فکر میکنم برفین. اون مرا بسیار دوست میدارد. چیکار کردنم رو نمیدونم برفین. میترسم که مبادا او رو خوشبخت کردن نتوانم. فکر و خیال تو حال هم در احکام است. این در نگوی برفین. این موضوع رو من محکم کردم. من اکنون با فؤاد خانه‌دار میشم و برای خوشبخت کردن او همه کار رو میکنم، زیرا او از این بهترش رو سزاوار است. تو هم به بهترین سزاواری. خداوند هر دویتان رو خوشبخت گرداند. خیر، من اکنون رفته خواب میکنم. تو هم خواب کن. راست میگویی. یلماز رو بیدار کنیم؟ نه، او امروز در مهمون خانه خواب کنم. من تنها میخوابم. شب خوش. با تو هم برفین. برفین، به خانه‌ات خوش آمدی. خوش باشه. کوش یلماز هم زودتر صحت شد. شکر که درد و غم هم با او خیلی رسد. اینجا کجاست؟ ما در اینجا چه کار میکنیم؟ برای چی مرا به اینجا آوردید؟ یعنی تا سحر برگشتن میخوری؟ سلاح داری رسید؟ نخواستم اینقدر با باوری گپ زنی. با کی باوری داری؟ من سلاح دار نیستم، محافظم. شما کیستید؟ از من چی میخواهید؟ میخواهم با تشکیلات رابطه داشتنت را اعتراف کنی. من با تشکیلات رابطه ندارم. من برعکس بر ضد تشکیلات مبارزه میبرم. دمت را گیر ابله. تو کی را فیره میدی پلید بیناموز؟ در دست نوارهایت را دارم. مرده اعتراف میکنی. تا سحر او را بگم ترارید. اگر سحری اعتراف نکرد همه اتان را میکشم. Barfin! چی شد؟ کشتو مرا کشید یلماز. زود رفته اکایی تاهیرت رو جرزن. کشتو کشید است.
آقای طاهر آقای طاهر آقای دکتر آقای دکتر آقای دکتر چی شد اومد؟ چی شد؟ آقای برفی رو کشتم گسید. چی؟ کشتم گسید است؟ بله. حالا در کجاست؟ در نقطه که بیاد؟ بازی رو در خونه ما است. رفتیم. شد برفی جان شد. میکنه دیاماز. طاقت کن برفی جان. طاقت کن برفی جان. چی شد؟ این وقتی چی شد؟ قاورم کردی تیز رو گرم کن زنه. شد طاقت کن. کشتم های اینجا آدم را بکشم پسرم خدایا خودت مدد رسان. دخترم از دست میرمد. برفی رو میترسونی. ایستا دخترم. اگر جان درد میکنم. برفی نترس میگذرد. زودتر کرد رو ده. مرحمت. خوش اعتراف نکرد هیچ گپ نه دوام میدیم من نوازش بود عذاب و شکنجه اساسی را دیده همش را حتما اعتراف میکند نمیکنم زیرا من دروغ نمیگویم اگر کشید هم دروغ نمیگویم در گپت میهستی؟ اگر من تو را به گپ درآورده نتوانم انسان نیستم ارمغانی آماده کرده من به تو پسند خواهد آمد برای دورا فواد نزن فواد گیر داد نزن رهایم کنه فواد سر دهید پایینو خاموش نازور هست سر دهید از اینجا رفتن یا نرفتنی او از تو وابسته است فواد به گپی آنها گوش نکن با آنها باور نکن فواد ما رو رها کنه مرا سر دهید با آنها باور نکن فواد دیلو او را سر دهید دیلو از ما چی بگویم مرا سر دهید دیلو اگر عذاب کشیدن نامزدت رو نخواهی گپ زن با تشکیلات چی علاقه داری؟ من با تشکیلات علاقه ندارم دیلو داد زن بلندتر داد زن ما را رها کنه احوالش خیلی است پسرم حاضر هیچ چیز گفتن نمیتوانم مادر مقداری زهر رو نمیدونم امکانیت هایی داشتم رو استفاده بردم به اینم چاره دیگر نداشتم انتظار میشه مادر جان طاهر برفی چه است یلماز تو نباید با این احوال ببینم برای طاهر در حالی که برفی در این احوال است من چطور در خانه می‌نشینم برفی این شما نصیحت میشود روات یلماز بخونه رو زیرا رو زودتر بر بخونه روی بخونه رو خواهد
با او چی شد؟ طاقت نکرد. هیچ گپ نه. وقتی که به خود آمد باز دوام میدهی. بیا به نزد دیگرش میرویم. با او چی کار کردید؟ بیچاره از هوش رفت. اگر نامزدی قهرمانش همه چیز را اعتراف کند چشمانش را در خانه میکشاید، اگر نکند در قبر. خودت انتخاب کن. او را رها کنید. با شما چند بار گفتم که من سلاحدار نیستم. یعنی اعتراف نمیکنی ها؟ سلاحدار خود شمایید. دولت این کار کار خواهم میکنم. ابلهی بیناموس. بازش تو را به قتل میرسانم. اعتراف کن رزیل، اعتراف کن. من گفتم را گفتم. خیلی کونه است، لیکن همه وقت به کار می آید. در اول جایی می نماید، لیکن پس از نیم ساعت به گپ می درویی. بلاگاه جنازه به قیامت تبدیل یافت. ما کجا گریختانمان را ندانستیم. سربازان به مردم آتش کشادند. گوش کنید. برای سخنت را بریدنم عذر میخواهم، لیکن به فکر من این کار خائنان است، عباگران است. آقایان، برادران و دوستان، به شما میگویم که چشمتان را کشایید، هوشیار باشید و بازیای آنها باور نکنید. خداوند ما را از راهی راست بیرون نبرارد. باید به قرآن رو آوریم، به سنت رو آوریم. ما سال هاست که در این دولت با هم زندگی کرده ایم. همه ما یک هستیم، یک ملت یگانه هستیم. بغیر از این هر چی باشد این کاری دشمنانی ماست. شنیدیم که به خانه های سرداران منطقه گشته پول و طلا میدادند، به آنها کمک میکردند. که این مبلغ را میدهد؟ چرا میدهد؟ بر عوضش آنها چی میخواهند؟ باید فکر کرده عمل کنیم. آنها کیستند؟ از کجایند؟ آیا آنها را میشناسید یا نه؟ جناب، یک مهمان آمده است. کی است؟ نمیدانم جناب. گوی درآید. مرحمت. خوش آمدید. به مهمانان چای و خوراک بیارید. تشکر زیاد. ما وقت نداریم. در حال نیت آمدنمان را میگویم. ما برای به شما کمک کردن آمدیم. از همه چیز خبر داریم. امکانیت را که دولتتان به شما داده نمیتواند، کمی هم باشد، به شما کمک کردن میخواهیم. جنابان، همچون مهمان خوراکتان را خورید، لیکن برای این گونه کارها به خانه من نبایید. ما از هیچ چیز شکایت نداریم. یاری کسی به ما لازم نیست. دوستی خداوند برای من کافی است. نگرید آقای مسلم، ما برای
دانسته باشد که نه من و نه قبیله ام وطن فروش نیستند. سخن آخرین من همین است و شما رای سپید. خودتان میدونید. مهمان ها را گسل کن. اکنون به من خوب گوش کنید. هر نفری که از این آدمان پول میگیرد به حرام دست زده خودش را فروخته حساب میشود، یعنی از دین میبراید. این را به همه گویید. سخنانی مرا به همه سرداران قبیله ها حتما رسانید. یعنی نمرده است؟ یگان کس از تو شبه نکرد؟ نه، شبه نکردند، لیکن نجات یافتن برفین مرا ناراحت کرد. اینجا جدی است؟ اینجا جدی است؟ با جدی در تماس بله، می‌شوم. جدی این من هستم. گپ زنید. خب، گلها شکفتند. بله. گلها را خوب پرورش کن. فهمم. برای کار. نقشه یکم رد شد. ملکه شدنی مرا من کردم. برفین برای یافتن سند به ما لازم می آید. او را نمی کشیم. از این پس هدف ما تنها یافتن سند است. یعنی سند را یافته در حال از اینجا می رویم. عجایب است. الکه از ما شبه کرده استودند. همشیره حمله‌داری ما رو پرسید. باید آشکار نشده زود کارمان را به آخر رسانیم. صد شکر. احوالش خوب است. خطر پسی سر شد. آقای طاهر، چی شد؟ چی شد؟ این چی احوال است؟ چی گپ شد؟ من خوبم. فؤاد را شکنجه میدهند. چی ها میگویی دخترم؟ چه شکنجه؟ او را منع نکن. دیشب فؤاد را بردند. صبح مرا هم دزدیدند. او را برای با سلاحداران همکاری کردند. گناهگار میکنند. فؤاد در کجاست؟ بیا رفتیم. مادر، شما با برفین مانید. مایلش پسرم، شما روید. دیلا، با خودمان یک دو نفر رو میگم. مالش آقای طاهر. آقای دکتر تسبیح خیلی بلند است. بیچاره در آتش سوخته شده است. بیاید به درون داریم. زودتر. اما کی عارف؟ لبای دخترم. شنیدم که پسر شما رو به این منطقه فرستادن. راست است؟ ها بله دخترم. مرا به نزدش میبرید. برای چی دخترم؟ نامزدم فؤاد رو دستگیر کردن. او رو عذاب و شکنجه میدهند. جوهشان رو میدونم. التماس کمک کنه. خدا، این چی خیلی بشد؟ رئیس، در کجا بودن پسرتون رو میدونی؟ حتی میدونم دکتر. میدونم. آقای دکتر. جوهش رو خوب میدونم. کودک میمیرد. بیایید رفتیم. زودتر باشد آقای دکتر. کودک میمیرد. پسری آقا، با تشکیلات چه علاقه داشتنی قبیله اتان را گپ زن. قبیله ما با تشکیلات هیچ علاقه ندارد. ما اینها را کی به نوار گرفته است؟ کی؟ پدری خماندان آمده است. او را دیدن میخواهد. حاضر. خماندان، پدرتان آمدن. واخوردن میخواهد. مایلش درآید. انتظار نشوند. مرحمت. بیا دخترم. مرحمت.
مادر جان خوش آمدید. خوش باشی پسرم. چه حال دارید؟ خوب هستید؟ خوبم. تو چه حال داری؟ صد شکر. کدام شما رو به اینجا رساند؟ این دختر همشیره دهه اوبی کلان است. خوش آمدید. با خیر است؟ به شما چی شد؟ سلامت باشید. مهم نیست. نامزدش رو بردند. با تشکیلات کار میکنی گفته بیچاره را عذاب میدهند. در کجا بودنشان رو میدونم. التماس کمک کنید او را نجات دهید. دروغ است ها؟ مگر این نوارها دروغ است؟ من تنها برای تعزیه رفته بودم. دروغ نگوی ابله، دروغ نگو. سردارم برو باسم بسم سلاح را گیر. التماس زودتر رویم. فوت را میکشند. خواطر نشوید. او را میابید. آروم شوید. ما رو تا اونجا برید کفایه. رفتیم. بچه گل قدم زن. بیهوده یک روی نکن. اعتراف میکنی. من دروغ نمیگویم. اگر بکشید هم نمیگویم. ایستو دخترم. آنجا خطرناک است آخر. انتظار شو. استودیوی عرش نوترین سریال ترکی را تقدیم شما می‌گرداند. با همین نزدیکی سلسله فیلم سرنوشت شما را به عالم جهل، تلاش، مبارزه و نبرد، عرفان و فراست و عشق و محبت میبرد. سرنوشت آدمانی که در نبرد زندگی جانبازی میکنند. چه راه را باید پیش گرفت وقتی که راهی نیست؟ کجا باید رفت وقتی که آشیانی نیست؟ با کی باید باور کرد وقتی که رفیقی نیست؟ این همه به نزدیکی در سلسله فیلم سرنوشت تقدیم از استودیوی عرش. کسی نیست خواندار. مایلش میرویم بچه. شما رو انتظارم. شما دوام دهید تا اعتراف کردنش. آقای مسلم کمک دوستان خارجی امان را قبول نکرده است. چطور باز برای نفرانی که پولهای تقسیم کرده خارجی ها را میگیرند فتوایی از دین برآمدن را داده است و دیگر دهه ها هم خبر فرستاده است. آقای مسلم در بالای مردم منطقه قوه بزرگی را صاحب است. او را باید از بین برداریم. هیچ مشکلی نیست. مسلم را خاموش کردن برای من آسان است. آقای مسلم را خاموش کردن بسنده نیست. باید قوم و قبیله او از این سرزمین نیست شود. همه اشان باید کوچ بندند. این تنها با یک راه می شود. قوم به سردار و به صاحب می ماند. فؤاد و مسلم از اینجا صحت نمی برند. فهمیدی؟ فهمیدم سردارم. خواطر نشوید. همه اش با خواست شما می شود.
چی شد؟ متاسفانه اینجا را ترک کردند. اما در همین جا بودند. معلوم است که خبر یافتند. اما شما خاطر نشوید. گفتگو را دوام میدهیم. و بینیم بوی بدی آمده است. شما خاطر نشوید. اکنون به دیه برگردید. من به شما خبر میدهم. قربانت شوم. با او یاریدی. مایلش خاطر نشوید پدر. پدر از سلیمه خبری هست؟ متاسفانه نیست. یگان خبری نیست. این داروها را خور بهتر میشوی. برای به من اهمیت دادنت باید بیمار شوم یلدوز؟ اگر بیمار یا زخمی نباشی کاری کردن نمیتوانم. چرا این طور میکنی؟ من به تو چی بدی کردم؟ بیمار دارم. دستم را سرده. میگذار همه بیمارانت میمیرند. چی گپ است در اینجا؟ در اینجا چی گپ است باتن قماندان؟ خیر، به نزد آقای زینال میرویم. باید با او مناسبتمان را خنک نکنیم. برای عملیات‌های شهریمان از آقای زینال آدم طلب میکنیم. باتن قماندان، این احوال تو چی میشده باشد؟ یلدوز تو را خوب زیری پا کرده است. دیگر در این مسئله گر نزن سینام، تو را میکشم. آقا این جنابان شما را دیدن میخواند. صدق الله. مسلم ایدین، به من کار داشتید؟ از گروه ضد تروریستی چتین سالحملی باید با ما تا شعبه‌مان روید. محیلش، لیکن من با ترور چه علاقه دارم؟ تنها در خصوص جیانتان از شما بیانات گرفتنیم. جیانم کجاست؟ آقای فؤاد مهمانی ماست. نجات یافتن او از بیانات دادن شما وابسته است. محیلش، این در باشه میرم. مرحمت. گذارید. می توانید کودک رو به خانه برید. تشکر آقای دکتر، خدا راضی باشد. تشکر. رفتم پسرم. اکا برفی دخترم. مادر جان، اکا من میمیرم. نمیمیری برفی، خاطر نشو. زهری در خونت بود را برآوردیم. چیزهای لازمی رو انجام دادیم. سوزنده رو هم گذرانیدیم. دیگر خاطر نشو. یلماز، برفین چی حال داری؟ صد شکر خوبم. با تو یگان واقعه نشود گفته سخت ترسیدم. اپام در کجاست آقای دکتر؟ در حقیقت دیلو در کجاست دایر؟ دیشب فؤاد رو دستگیر کردم. وقتی که صبح نامد رئیس با امکی واری به نزد سربازان رفتم. فؤاد را برای چی دستگیر کردن؟ نمیدونم پسرم. در خصوص آقای زینال است گفتم. بیاناتش را میگرفتند اما حالا هم نامده است. به شما هم درد سر شدم اما که اوری. اینطور نگوی دخترم. اول نامزدت رو یابیم. انشالله. بخیر است محسن؟ دکتر دارو داده. سوزن دارو گذارانی صحت شد. من به دیه میروم. مایلش، من هم دیلا را به دیه مونده برمیگردم. شما برگردید اما که اوریف. من خودم میروم. به این هم کم. خدا تنها چطور میروی؟ هیچ گپ نیست. کمش مونده است. خودم میروم. خیر دخترم، خودت میدونی. خدا حافظ. برای همش تشکر. تشکر زیاد. خدا شفا دهد.
دیلا حالا هم نامده است. چرا اینقدر دیر کردم؟ جای خواطر شدنش نیست پسرم، شاید فوت را یافتند. اکا من به خونه رفتن میخوام. دخترم تو چرا خیستی؟ اگر دارویت با آخر رسیده باشد میتوانی روی. با دقت باشید. احتیاط کنید. پسرم تو برای دیلا خواطری. چی باشد؟ خدا شفا دهد یانگا. اویسته. یانگا؟ برفین؟ خدا شفا دهد برفین. تشکر زیلان. من جای خوابت رو آماده کردم. شاید گرسنه شده ای برایت خوراک آماده کنم. لازم نیست، گرسنه نیستم، نمیخوام. این طور باشد من به چشم میروم. مایلش اسلام من میگشایم. بیا بروید واقعا آکی میگویم واقعا بسیار جان نزن لامت رو گیر واقعا مهمان سرایمون پسندت نامد اما با جیانت معقول شده است. اینقدر سوز و گدازش بسنده است. برو هم بندید. چرا این کار کرده؟ سردید او را سردید هرچی خواهید با من کنید او بیمار است. البته اول با تو میکنیم او تماشا میکند. ارتشا میکنم او را سردید بعدا با او میکنیم تو تماشا میکنی. نکنه قربانتون شدم بس کنه نکنه ندارد سردید آن پولها رو من نگرفتم من پول نگرفتم اعتراف کن ابله. علاقه قوم و قبیلت رو با تشکیلات اعتراف کن. قبیله ما با تشکیلات یگان علاقه داشته نمیتواند.
در اینجا امضا بذار که تو با تشکیلات همکاری میکنی و این عذاب با اوکی میرسد. امضا کن اومد. گوش کن از دولت های بیگانه پول گرفتنت رو هم میدانم. آقا میدانیم زخمت حالا محکم نشده است، اما تشکیلات از تو یک خواهش دارد. چی بوده است؟ اگر از دستم آید میکنم. برای نمایش‌های شهر بوده به ما آدم لازم است. اگر از ده 20-25 نفر روند خیلی خوب می شود. شما شماران رو دهید بسنده است. من جوانها رو میفرستم، خواطر نشوید. با وجود این قدر درد و علم سلامت باشی آقای زینال. پدر، حالی مادرم خوب نیست. حتما او را به دکتر نشان دادن لازم. مادرت رو به کجا میبری؟ من به نزد دکتر آبی کلا نمیروم، نمیخواهم. یک ثانیه آقای زینال، مگر دیگر دکتر نیست؟ در قرارگاه ما یک دکتر هست، او همسرت را معالجه میکنه. زود بیمار را آماده کنند، با خودمان میبریم. مایلش حنیفه، مادرت را آماده کن. ایتن تو هم کمک کن زودتر. آقای زینال دوست ماست. مگر من تو را با اون یک شلی بر اخ میدهم؟ اگر شعر لازم باشد شعر می نویسم. در بالای کوه پستبون عاشق شدم به چوپون. همه صحرا پر از گل، او خواند مثل بلبل. با خدا خیلی خوب اومده است. الدا و نادانی و حیرانی و سرسانی جوانی. الدا چی گپ است قزبان؟ بخیر است؟ چیزی نیست. من برای تو شعر جد کردم، آوردم که بخونی. تو از من نرنجیده بودی؟ این باز چه خیل شعر؟ نه الدا نرنجیدم، همین خیل شد آخر. من با تو شوخی کردم. خفه نشو قزبان، لیکن من به این کارهای کودکانه وقت ندارم. لیکن اگر نجله نیست میخونی، مکتوبش را در کیسه میگردونی. البته میخونم. نجله شیرین زبان است، سخنهای خوب میگوید، مرا زیغ نمیکند. مثل تو نیست. الدا در جویت است. کمی سرش خم شود عقلش در جویش می آید. کنی بینم چی نوشته باشد. در بالای کوه پاسبان عاشق شدم به چوپان، همه صحرا پر از گل، او خواند مثل بلبل. به خدا خیلی خوب نوشته است، قربونت شوم. نمی شود، با او گپ زدن حیف است. و نزینی چلت را الدای خویی همه من تو از یک خوکن، همه تو رو بد ببینم. بخیر است دکتر؟ با بالای فؤاد باز آقای مسلم را هم دستگیر کردند. ای خدا این چی بلایی است؟ این چی بلایی بود که به سر عائله آنها آمده؟ چی بلایی بود؟ نمیدونم، اما معلوم است که در بین چیزی هست. باید زود به سربازان زنگ زنم. مرحمت زنگ زن. یکون خبر هست؟ نیست دکتر اکنون زنگ میزند.
فؤاد پسرم، پسر جانم، پسر جانم. احمق. فکر کردید که با آسانی مرده از این کار میگریزید؟ تا اعتراف نمودنتان این عذاب ادامه مییابد. ما گناهی نداریم، چرا اعتراف کنیم؟ حاضر با تو کاری میکنم که یک عمر از آیله‌دار شدن شرم میداری. خودت مرا فهمیدی. نکنه نکنه نه قماندان آنها را در کجا نگاه داشتنشان ممکن است؟ مایلش مرا از حجره رئیس یافته میتوانید. تشکر، سلامت باشید. چی شد؟ چی گفتن؟ دیلو از آنجا برآمد است مادر. آنها گفتگو را دوام داده ایستادند. در کجا باشد؟ اکنون آنها را چطور مییابند؟ نمیدانم. متاسفانه دیلو هم نامده است. با آقای عارف زنگ زدم. او را تا نزدیک ده آورده مانده است. آن طرفش خودم میروم گفته است. چیکار میکنیم پسرم؟ با گفتگو میبرایم مادر. مادر، در کجا بودنی آقای حمید و الدو را میدونید؟ به خدا نمیدونم، شاید حمید در خونه‌اش باشد. الدو را کی میدوند در کجا میگردد؟ بیا رفته کابین پسرم. این چی حال است؟ آخر این چی روز است؟ تا کی ما آب میکشانده باشه؟ دیگر نمیتوانم چشم را بیند. چرا آب نمیآید؟ چرا هم چندین سال شده است، کهنه است. خدا مجبوریم که خیزبان به من گوش کن و پدر گوی آخی مسئله آب را بیند. ای خدا، از دست این رئیس یگان کار نمی آید. او تنها استراحت کردن را دوست می دارد. تو چه ها میگویی؟ چرا با پدرم کار دار بشه بی عقل؟ و فکرم خماری شلاقت آمده است. به ها نمیگویی؟ رفت جای که دیوانه خونه است. تبابت کن. خیر خزمان. دیوانه تو چی کار کردی؟ چی کار میکردم؟ برای شوز داخل. با چی کار کنم؟ آفرین خزمان. اکنون با آمکت مشغول با اون نرسید. او پیر است. بله میآیم. چی شد؟ گناه را قبول کردند؟ یک روی میکنند اما تا آخر طاقت کردن نمیتوانند. اگر زودتر حل کنی خوب میشود. از پس تو عملیات سر شده است. و فکرم آب را دکتر لای کرده است. دکتر را هم به اینجا بیاریم. عقلش را به کار میدارد. همه را در یک جا جمع کرده نمیتوانی. دکتر را در این منطقه همه دوست میدارند. اگر با او چیزی شود برای مردم قهرمان میشود. خیر چیکار میکنیم؟ فؤاد را زودتر بکش. دیگرش ماند. او را با زوری امضا کنم. به این هم پیر است. به این طاقت کرده نمیتواند. خوب شده است سردارم.
Ama istedi ama. Ne para ya? گیره دو رو میبرید. او رو به کجا میبرید ها؟ با جای در کاری. او رو به کجا میبرید؟ این کارو بیاد. او رو به کجا میبرید؟ گفتن نمیبرید. خواهش میکنم با من که کجا میبرید او رو؟ خیلی زیبیده است پسرم. مادر بیاماز در خصوص دیلا چیزی نگوید. انشالله او را یادم میاریم. میلش پسرم با دقت باشید. آماده دلدو؟ بله آماده موقع توید. خدا نگهبانتان پسرم. مادامی مرا میکشید از شما یک خواهش آخرین دارم. همکم رو نکشید. او رو عذاب ندهید. خواطر نشو. همکت را خوب نگاه و بین میکنید. وقتی که هوا تاریک شد او را برده به چاپر کنید. حاضر وقت را از دست ندهید. باید امکش امضایش را گذارد. طاقت کن التماس طاقت کن. فؤاد التماس طاقت کن. دیلا تو آمدی. همینجوره فؤاد من در برم. برای من آمدی. فؤاد همش خوب میشه فؤاد. زنگ‌های دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. این شهری کلان پر از گلی جلوه‌گر است، اما گلی روی تو تماماً دیگر است. بیا یار مکن جبر و جفایم، چشم سیاه تدیدم قدیر از ساعت تدیدم، نازنی ناز مکن روی زبا تدیدم. این بدی بلند شاخکاش خم، تو که اومدی تو زندگی من، زندگیم شبیه قصه ها شده. دختری تاجی داری کرشم با حسنی زد قدر برداری بود و بیرختم مانم. کوچه میگم بانگا بگی نکه موقعی حیات کوچه خونون دوره خونون نوعی حیات.
پیراهه تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.